چند روز باز در شهر کولوب و اطراف آن خبر سوختن ماشین خدمتی رئیس شعبه شهری حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان به یک موضوع ورد زبانها تبدیل یافته آوازهای مختلفی را به وجود آورده است. برخی میگویند علت آتش گرفتن ماشین تمغه اشکودا نقصان فنی بود. برخی از احتمال برقصدانه آتش زدن ماشین نماینده حزب حاکم صحبت میکنند. این حادثه روز 5 ینور سال 2024 رخ داده. خود سلیم سیفعلی زاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک در شهر کولوب را با پای شکسته به بیمارستان بردند. در بیمارستان منطقوی کولوب به رادیوی آزادی گفتند پای راست سیفعلی زاده شکسته بود ولی فعلا سلامتیش خوب است. یک منبع از مقامات تفتیشاتی کولوب به این رسانه گفته است مقامات باید معاین کنند که ماشین خدمتی رئیس حزب حاکم را قصداً آتش زدند و یا آن به علت یگان نقصان فنی آتش گرفته است. به گفته او ماشین شکودا را به تشخیص فرستادند و نتیجه تشخیص را منتظرند. مفتشان همچنین از صاحبان دکان‌های نزدیک به مکان حادثه نوارهای ثبت کرده دوربین‌های نظارتی را طلب کردند. حاضر ماشین شکودا در دادستانی شهر کولوب نگاه داشته می شود. ماشین از قسمت پیش آسیب دیده است. تفتیشات در این سمت رفته ایستاده است و دقیق خواهد شد که چه حادثه رخ داده است. گفت این منبع جزئیات دیگر حادثه دسترس نیست. نمایندگان حزب حاکم در کولوب حادثه را تا حال شرح ندادند. اما این بار اول نیست که ماشین‌های منصبداران در منطقه کولوب آتش می‌گیرند. در دست کم یک حالت مقامات قصداً آتش زدن ماشین منصبدار را تصدیق کردند. شب 26 به 27 دکامبر سال 2023 ماشین باباجان دولتزاده رئیس شعبه امانت بانک در نویه واسع آتش گرفت. مقامات تا حال سبب آن را شرح ندادند ولی خود دولتزاده سبب حادثه را مشکل تکنیکی ماشین گفته است. ماه فوریه سال 2023 ماشین خدمتی جمعه نظر سید احمدزاده دادستانی وقت نویه واسع را در نزد منزلش در شهر کولوب آتش زدند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان این حادثه را عمل قصدگیری نامید. مقامات یک ساکن 50 ساله کولوب را با اتهام آتش زدن ماشین دادستانی بازداشت کردند. درباره اینکه تفتیش قضیه تا به کجا رسید و آیا ساکن کولوب چه جزا گرفت دیگر یگان خبر نشر نشد. خود جمعه نظر سید احمدزاده باشد 4 ماه بعد از آن حادثه از وظیفه دادستانی نویه واسع برکنار کرده شد.